بوده باشید درباره‌اش صحبت کردیم و در جریانش هستیم. یه بخشی از مسائل برمیگره به اعتراضات در ایران. آقا دقت بکنید، سیاست مثل ورزش، مثل هنر، مثل مسائل اجتماعی، مثل سینما یه شاخه است. توی ورزش وقتی اعتراض اتفاق میفته، به تیم ملی باشه میرن جلو در فدراسیون، به باشگاه باشه میرن جلو در باشگاه، به هر کجا باشه میرن اونجا اعتراض انجام میدن. نه کسی تعجب میکنه، نه کسی میگه فدراسیون سقوط کرد، نه کسی تو سرش میزنه. کاملا طبیعیه. تو همه جای دنیا هم اعتراض سیاسی طبیعیه. تو آمریکاش هم تصاویر نگاه بکنید، همین کله زرد ناپاکی که الان اومده ایران شاخبازی در آورده، این اعتراضات در آمریکا برای همین چند وقت اخیره. به ایران که میرسه، ایران تنها نقطه دنیایه که به نسبت کشورهای اطراف خودش در فهم اعتراضات اوضاع بهتری داره، خیلی اوضاع بهتری داره. ولی چون یه سری مسائل برای مردم، حکومتش، پلیسش و اینا جا نیافتاده، هنوز وقتی میخواد اعتراض بکنه یه سری اونور دنیا امید دارن یه کارایی بکنن. حالا در همین خصوص همونطور که در جریان هستیم، رئیس جمهور آمریکا یه توییتی زد تحت این عنوان که اگه مردم کشته بشن ما علیه ایران اقدام میکنیم، که خیلی‌ها اومدن پاسخش رو دادن و بهش پرداختن و اینکه اصلا چرا اینو گفت و چی تو ذهنش بود و همه اینا رو می‌خوایم بهش بپردازیم. چی به نظر میرسه؟ این شکلی به نظر میرسه که آمریکا و رژیم صهیونیستی، چون بن غفیر به عنوان کسی که الان اعلام کرده گفته فلسطینی‌ها رو می‌خوایم براشون یه زندان بزنیم که تمساح نگهبان زندانه باشه. اینم که تو دنیا منفور دو عالمه، اینم اومده توییت زده گفته مردم ایران حق ندارید بکشید. چی داره اتفاق میفته؟ داره تلاش میکنه بگه که اینایی که آشوب میکنن با من، اینا با من. ولی یه مسئله مهمتری هست که من ندیدم کسی بهش اشاره بکنه و بنده فهمیدمش به خاطر اینکه اصلا حوزه تخصصیمه. بچه‌هایی که مدیریت خوندن حتما میدونن. شما توی مدیریت کسب و کار رو یه چیزایی ازش میخونی، فروشندگی رو میخونی، متقاعدسازی رو میخونی، بازاریابی رو میخونی و بس این شکلی. این داره چیکار میکنه؟ ترامپ توی این توییت داره یه فنی رو توی بازاریابی رو جامعه ایران پیاده میکنه که به شما همه جا تاکید میکنن سمتش نرید چون منسوخ شده در دنیا. اون چیه؟ ببین، اونایی که فروش و بازاریابی بی تو بی باش آشنایی دارن این حرف منو میفهمن. یه مسئله هست تحت عنوان مثلث سازی. میگه شما میخوای بری یه جنسی رو بفروشی، طرف مقابل شما یه نفر نیست، یک گروهن یا چند تا شریکن یا دو تا شریکن. شما اینجا چیکار میکنی؟ شما از فن مثلث سازی استفاده میکنی. میای نگاه میکنی مثلا جنس من قیمتش بالاه، این شریک کیفیت براش مهمه، اون شریک ارزون بودن براش مهمه. من جنسم گرونه، یه جوری میام وارد میشم که کفه اینی که کیفیت براش مهمه سنگین بشه، بین اینا اختلاف بیفته و من بتونم جنسام بفروشم. یه جایی از جنسام بی کیفیته، من چیکار میکنم؟ این ارزون میخواد بخره، اون میگه با کیفیت باید باشه، من میرم خودمو کنار این قرار میدم که موضع این سنگین بشه بتونم جنسام بفروشم. در فروش و در بازاریابی به شما تاکید میکنن تحت هیچ عنوان سراغ مثلث سازی نرید، چون اگر دو طرف که با هم شریکن بفهمن تو داری چی کار میکنی، دیگه هیچ کس به تو اعتماد نمیکنه. این علنگ داره چیکار میکنه؟ این احمق نادان اومده داره تلاش میکنه با این توییت به مردم ایران توضیح بده که شما دو تا دشمنید در مقابل هم. به کشورتون من که حمله کردم، مراکز اتمی رو زدم، از اسرائیل حمایت کردم، پس اونایی که من رو دشمن میدونن الان باید بفهمن من از معترضین حمایت کردم، معترضین کنار منن، پس معترضین دشمنن. درسته؟ حالا سیستم اگه اینا رو دشمن بشناسه میخواد با اینا برخورد بکنه. اینا وقتی نگاه میکنن میگه این دشمنه دیگه، این داره با ما برخورد میکنه. پس مسئله اول داره چیکار میکنه؟ داره دشمن سازی رو با همون مدل فروش که خدمت شما عرض کردم و مدل مثلث سازی روی جامعه ایران پیاده میکنه که افراد با هم دشمن الان به نظر برسن. این مسئله اول. مسئله دوم داره چیکار میکنه؟ داره فرصت حل مشکل از شما میگیره. آقا وقتی من بیام بگم اینا دشمنن، باید چیکار کنم؟ باید برم بگم که با باتوم همشون رو بزنم، بریزم تو خونه‌هاشون، ساکتشون کنم. دیگه مسئله گلایه‌ای که مردم دارن و اعتراض و گرونی اینا رو حل نمی‌کنم. چرا؟ چون ترامپ گفت اینا موضوعای منن، اینا معترض به گرونی نیستن که، اینا موضوعای ترامپن، من فرستادمش تو خونه‌شون. فهمیدید چیکار داره میکنه؟ دو تا حرکت داره میزنه که اولی کمک میکنه شما هم دشمن باشید، دومی کمک میکنه مشکل حل نشود. این مسئله اول. شما چجوری باید باش مواجهه داشته باشی؟ شما باید به جامعه چند تا چیز رو توضیح بدی. آقا اعتراض هر کسی میتونه انجام بده، به حق ما خودمون حامی اعتراضیم. این مسئله اول. مسئله دوم،
خانواده ها نسبت به نسل زدی ها و بچهای جوگیر که ممکنه با هیجان برن توی خیابون و اینور اونور هوشیار باشن. این حرف خنده‌داری نیستا. ما تو چهارشنبه سوری تلویزیونمون چیکار میکنه؟ جذاب ترین فیلم سینمایی رو میاد پخش میکنه که بچه مردم نره تو خیابون اکل سرنج بزنه، دستش قطع بشه، چشش کور بشه، خدای نکره بیفته بمیره دچار سوختگی بشه. درسته؟ چرا؟ چون ایده دیگه نداری. تو زنجیرش که نمیتونی بکنی تو خونه. باید بیا یه سری راههای جذاب پیدا بکنی این نره خودش رو به فنا بده. تا کی؟ تا زمانی که فرهنگ چهارشنبه سوری در کشور جا بیفته. الان جامعه حاکمیتش باید این کارو بکنه، باید بیاد تفکیک بکنه برای مردم که آقا این بخش اعتراض به حق این بخش فلانه، این بخش فلانه، اینا رو از هم جدا باید بدونی. و اگر من با آشوبگر برخورد کردم هم تو باید این فهمو داشته باشی که ببین من دارم تفکیک میکنم، تو هم باید تفکیک بکنی. دشمن اومده به بهونه‌اش داره بهره برداری میکنه و میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بحرانی شدن اوضاع را بهانه‌ای قرار دهد برای حمله به ایران. توی توییتش داره میگه دیگه